یه کسی بود تو هیئت بابا بزرگم اینا به اسم حاج اکبر، خدا رحمتشون بکنه. خدا رحمت. یه کیسه آجیل داشت اینجا، وا میکرد بچه های مش ور میداشتن. ما همیشه میگفتیم بابا خب این خودش ور داره، دست خودش بزرگتره. آها، میدونی؟ عجب. یه جایی تو آره. دیگه وقتی میرسی به استیصال دیگه وا میده دیگه، میگه بابا تش خودتی دیگه، من چیم مگه؟ بعد اون انقدر مشتش گنده است آره چه مثال که خوبی زدی. از جیبت میرزی بیرون، از سرریز میشه ازت. بعد تو نمیدونی اصلا موهبت، این نعمت، این معجزت، این معجزه است، این چیه. اسپاری واگذار کنی اون خودش بهترین عاقبت به خیری رو برای تو چیز میکنه. نمیدونم چیه، چه قله‌ای، چه چیزی، بیخیال. اصلا هیچی اینقدر جدی نیست، هیچی اینقدر مهم نیست.